درد جامعه، مشکلاتی که جامعه، عذاب رنجی که جامعه امروزه ما میکشه بیشتر و بالاتر از درد یک شخص یا در مناسبت از درد این است. چون منفعتی اگر هر نفری سالم عقل باشد، هر نفری وطن دوست باشد، آزادی خواه باشد، حتی اگر من محمد اقبال رو شرطن گیریم دشمنی شخصی داشته باشم، اما در مسئله وحدت، اما در مسئله آینده ملت با محمد اقبال یکجا میشم. به خاطر چی؟ دشمنی من این مسئله من است، ولی دوستی من به خاطر ملت است. احسن، بهترین فکر. از این نقطه نظر ما بسته از اونه که کی با کی دشمن، کی با کی دوست است، اما وقتی که مسئله دولت است، مسئله ملت است، این بالاتر از من است، بالاتر از شخصی من است. این وحدت خودمان رو، این همبستگی، همدلی خودمان رو در مقابل این نظام، در مقابل نظام تروریستی رحمان رو چیکار کنیم؟ نشان بدیم. این نشان دادن ما، این وحدت ما هر ظلم را، هر ظالم را، هر دیکتاتور را، هر تروریست را، هر فرعون را چیکار میکند؟ میشکند. شما مطمئن باشید قوت و نیروی ما در همبستگی، در همدلی ما است و در غیر از این ما هیچ کسی. در تنهایی همه ما و شما را میکشند، از بین میبرند. وحدت مشت، زوری مشت، این از وحدت انگشت هاست. اگر که این در انگشت ها اگر وحدت به وجود بیاید و این مشت می شود و این مشت بر دهن هر فرعون، بر دهن هر ظالم، بر دهن هر تجاوزگر به مثل رحمانوف خواهد زد. غیر از وحدت و یگانگی و به همبستگی دیگر راه نجات از ظلم نداریم. و اگر که ما این کار را نکردیم و هر یکی ما و شما شب و روز ظلم دیده ایستادیم، شب و روز پدر و مادر، خواهر و برادر، فرزندان ما چیکار میکنند؟ ظلم رو میبرند. و این ظلم رو، این تجاوز ها رو، این بدبختی ها رو ما اگر این کار رو امروز وحدت نکنیم، فردا به نسل های آینده ما میراث میگذاریم. ما کاری نه، ما مردانگی نه، جوانمردی نه، ما از خود بدبختی، مرغگری، ترسانچگی، به آبروگری، به ناموسی را به فرزندان خودمان چیکار میکنیم؟ میراث میگذاریم. مردانگی، جوانمردی را دیگر نسل ما فراموش میکنند. بوزی، به ناموسی، ان همین به مثل آنها کوتی بودن و دیگر بودن را شرف میدانند و پیروان ان همانها میشوند. به این خاطر این به آبروگری و این به ناموسی که امروز یک قوم، یک گروه خرد، یک گروه تروریست به سر ما آمده است، باید این را ما از سر خودمان دور کنیم.